اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب قرار شد که من الان عرض بکنم ماجرا از امشب از چه قرار خواهد بود توی برنامه یاد خدا. اون راجع به 10 شب و روز اول ماه ذوالحجه که براتون حرف زدم، خب میدونید یکی از در واقع مهمترین عملی که توی این 10 انجام میشه که انتهای این 10 هست، بزرگترین فریضه عبادی سیاسی یعنی حج هست که همین الان اسمش که میاد میدونم قند تو دل خیلیا آب میشه و خیلیا هم قبطه میخورن به حال زائرین خانه خدا که دیگه کم کم مهیا میشن برای انجام اعمال و مناسک حج. ما از امشب میخوایم پیرامون این فریضه عبادی سیاسی صحبت بکنیم تا انتهای دهه اول، یعنی تا شام عید سعید قربان به این موضوع خواهیم پرداخت. مفصل از ابتدا شروع میکنیم تا انتها. چند شب اول متخصص و بلد راه ما در این مسیر حجت الاسلام و المسلمین حائری زاده عزیز و نازنین هستند که خدا میدونه چقدر خوشحالم از زیارتشون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و صمیمی عرض سلام و ادب و احترام داریم. البته زمانی که این برنامه پخش میشه من فکر میکنم که ما در مکه معظمه دعاگوتون هستیم و خدا انشالله روزی همه دوستان کنه. یه نکته هم اینجا عرض کنم، امام صادق علیه السلام فرمود هر کسی که میخواد حج نصیبش بشه مداومت 1 ساله هر روز بر قرائت سوره مبارکه نبأ باعث میشه که اسباب حج فراهم بشه. 1 سال هر روز سوره نبأ، هر روز سوره نبأ اما یتساءلون رو بخونه، شاید 3-4 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره. و بنده خودم اولین سفری که رفتم، خب پدر مادرم مشرف شدم برای مکه و من خیلی دل شکسته بود از اینکه من توفیق نداشتم. ما موقع 25 سالم بود و این روایت رو برخورد کردم خوندم. خدا میدونه سال 64 من شروع کردم 1 سال مداومت و سال 65 مشرف شدم. باریکلا. یعنی با اعتقاد خوندن. البته اون موقع مثلا حج و نه یه بار 2 بار تا حالا دیگه خیلی ماشاءالله روزیتون شده. خدا لطف کرده، خدا روزی همه کنه انشالله. یه نکته هم عرض میکنم، حالا بعضی دوستان شاید بگن که آقا بهتر نیست اینا که مکه میرن پولشو بدن به فقرا. آره بعضیا این شبهه. من عرض میکنم حج واجب مثل نماز واجب 1 بارش. بله اگه دفعه دوم باشه یا عمره مفرده باشه بله میشه که مثلا همین اتفاق بیفته. البته من اعتقاد دارم عمدتاً کسانی که تو این مسیر گام برمیدارن هم عمره مفردهشون میرن هم به فقرا کمک میکنن. اما اگر بین به قول ما یه دونش موند که آیا اول یا دوم عمره مفرده یا فقرا، اگر واقعا قبلا رفتن خب بهترینه که این رو به فقرا هزینه‌اش رو بدن. اما اینکه من خودم مشرف میشم، خب ما به عنوان در واقع راهنمای حجاج و کسی که مناسک به اونها گوشزد کنه در خدمت حجاج هستیم. زنده باشید. مخلص شما هستیم. خوش به سعادتتون. خدا روزی شما. نعمت بزرگیه که خدا به شما عطا کرده. حتما هم شایستگیش رو داشتین و دارین. ان شاءالله که مکرر باز هم در همین مسیر باشین و خدمت میکنین به حجاج خانه خدا. چی از این بهتر و بالاتر و والاتر. من می‌خواستم برم یه جای دیگه شروع کنم. متا این فرمایشات شما باعث شد، چون فرمودین 1 بارش برای همه واجبه، اینی که میگن مستطیع باید باشه طرف که بهش واجب شده باشه، یعنی توانایی مالی یا چی داشته باشه. اینو میخواین از همینجا شروع کنین؟ یعنی خیلی چی؟ هم خوبه. یه آیه تو قرآن داریم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. میگن ابلغ بلیغ ترین آیه تو قرآن راجع به وجوب حج همین است که هر کسی که مستطیع باشه حج برش مستقر میشه و واجب میشه. 1 بار حج واجب بر همه واجبه. حالا این استطاعت من استطاع، کسی که قدرت و استطاعتش رو داشته باشه، الیه سبیلا. حالا استطاعت رو فقها چند جور گفتن. استطاعت مالی داشته باشه به گونه‌ای که بخواد بره مکه و برگرده به اسرت و حرج نیفته، زندگی برای سخت نشه. 2 توانایی و استطاعت بدنی لازمه، چون اونجا بالاخره 1.5 میلیون 2 میلیون گاهی کمتر گاهی بیشتر جمعیت. آره. بعد مسیری که فرض کن کسی برای
منا میخواد بره رمی جمرات کنه، رفت و برگشت از خیمه ها تا منا حدود 5 الی 6 کیلومتره. توانایی بدنی و سوم استطاعت طریقتی، راه هم باز باشه. این سه تا استطاعت اگر کنار هم بود، مالی، این که بعضی وقتا میگن بعضی سالها راه حج بسته شده، بله. اینه راه باز باشه بشه. بله. پس استطاعت شد هم مالی هم بدنی هم طریقتی. یعنی راه باز باشه. یا یادتون باشه چند سال پیش خب راه بسته بود، طرف هم مستطیع هم بدنیشو داره هم استطاعت مالیشو داره، ولی چون راه بسته است فعلا استطاعت نمیشه، یعنی مستقل واجب نیست براش. بله واجب نیست. خب خیلی خوب، شما عرض کنیم خیلی خوب، دست شما درد نکنه دیگه. حالا پس با این قیاس هر کسی میتونه، معیار و شاخص هر کسی میتونه تشخیص رو بده که الان میتونه در واقع براش واجب هست یا خیر. عرضم به حضور شما که حالا برگردم اونجا که می‌خواستم شروع بکنم. به نظرم از خود این کلمه دو حرفی کوچیک که دو حرف کوچیکه ولی چقدر بزرگه و چقدر بزرگی داره، چقدر عمق داره. این کلمه حج شروع بکنه این موافق باشید، یعنی چی هستن کلا؟ خواهش میکنم. حج در لغت به معنای قصد کردنه. کسی که مکه میره قصد میکنه بیت الله الحرام رو که به زیارت یک شخص معظم و یک جای کنار یک شخص عظیمی بره. به این اعتبار میگن که در واقع حج. پس قصد جایی رو کردن. حالا در بحث اصطلاحش هم اینه که در یک زمان خاص و در یک مکان خاص کسی که قصد زیارت بیت الله الحرام رو میکنه در ماه ذوالحجه عرض شود که و بخش عمره تمتعش رو خب در اون ماهای قبلم انجام میده که میگن اشهر مشهورترین به اصطلاح ماه‌های حج که ماه شوال و ذوالقعده هست، اینا رو انجام میده. اما واقعا حج تنها عبادتی است که جامع همه عبادات، همه عبادات توش هست. تو حج ذکر خدا داره، یعنی از همون اول تا اون آخر. واذکر الله ذکرا کثیرا، اذکر الله ذکرا کثیرا، همش ذکره. در قرآن هم داریم، سوره مبارکه بقره هم داریم که وقتی رسیدید به مشعر الحرام واذکر الله عند المشعر الحرام، مشعر رسیدی ذکر خدا بگید. اول ذکر، میقات ذکر، از اون اول تا آخر ذکره. حالا این ذکر یعنی چی؟ این ذکر آیا ذکر اینه که من تسبیح دست بگیرم؟ چون تو عرف جامعه میگن طرف اهل ذکر، یعنی این که دائما الله سبحان الله لا اله. نمیگیم این ذکر نیست، این ذکر زبانی است، ولی ذکر حقیقی ذکر قلب است. امام صادق علیه السلام یه جمله‌ای دارن میفرمون که لا اعنی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر و ان کان منه. ذکر معناش این نیست که همین الله اکبر سبحان الله لا اله الا الله، اگرچه اینم ذکر زبانه، ولکن ذکر الله، این که تو حج از اول تا آخر همه ذکر خداست. حضرت فرمودن ولکن ذکر الله عندما احل و ما حرم. تو اون حج یاد میگیریم تو برخورد با حلال و حرام خدا در مقاطع مختلف زندگی و باقی مانده زندگیمون ایست به خودمون بدیم، خودمون نگه داریم، تو برخورد با حرام خدا نگه داریم. آقا یه شب که 1000 شب نمیشه. اتفاقا همون یک لحظه ممکنه باعث سقوط انسان بشه. هر چی شما ارتفاع بگیری، خدای نکرده از این ارتفاع بخوری زمین، خدا رحمت کنه شهید دکتر رئیسی رو، به هر حال رحمت الله علیه و این شهدای خدمت رو. حالا عرض میکنم این بندگان خدا بالاخره بله صعود کردن. چه صعودی واقعا خوش به حالشون که با عزت با بهترین مرگ شهادت در راه خدا هست رفتن. تو یه روایت هم دیدم که یه کسی به پیغمبر عرض کرد که من بهترین چیزی که اولین و آخرین از خدا خواستن اونو میخوام. حضرت باریکلا عجب چیزی خواست. اون چی هست؟ پیغمبر فرمودن شهادت در راه خدا. شهادت در راه خدا. حالا عرض من اینه که ذکر الله یعنی اینکه در برخورد با حلال و حرام خدا مراقب خودت باشی. این مثال رئیس جمهور رو برای چی زدی؟
من مثال زدم به خاطر اینکه بحث شهادت شد و واقعا ایشون تمام شما گفتیم که بحث شهادت بود که شما مطرح کردی که شهید شدن و اینها. من عرض کردم که به خاطر این من صحبت شهید دکتر رئیسی رو کردم که بهترین خیر دنیا و آخرت که اولین از انسان ها و آخرین از خدا خواستن و برای بعضی مستجاب شد و برای بعضی مستجاب نشد شهادت بود و اینو به این مقام رسیدن و خود شهادت هم ذکر خداست. این به این دلیل شهادت رو مطرح. شهادت هم خودش ذکر خداست. یعنی اگر ذکر خدا رو من خود بازش کنم یعنی اینکه اگر یه جایی من یه حرفی زدم خدا دوست داره ولی مردم دوست ندارن، بین رضای خدا و مردم کدوم؟ معلومه رضای خدا. رضای خدا. اما واقعا تو عمل هم همچین چی اتفاق میفته؟ برای خیلی همون نه. برای من خودم عرض میکنم جسارت نکرده باشم ممکنه بر من این اتفاق نیفته، اینکه آدم خودشو خرج خدا کنه. میگه حق رو بگو اگرچه به ضررت باشه. قول الحق و امکان مر رو اگرچه تلخ باشه اگرچه به ضررت باشه. لذا من میخوام عرض کنم که این ذکر خدا تو همه حج هست. شما اول بسم الله که میرید در میقات محرم میشید تو حج میگید لبیک. لبیک یعنی چی؟ یعنی خدا جون هر چی تو گفتی من میگم نوکرتم، چشم، عبد تو هستا. عبد یعنی چی؟ یعنی عبد به اون کسی میگن که هر چی خدا گفت بگی چشم. المطیع لله ولی رسول ولی امیر المؤمنین ولی حسن و الحسین، مثل حضرت عباس علیه السلام. مطیع خدا و پیغمبر و ائمه باشه، این میشه عبد خدا. و لذا اونجا میگی لبیک اللهم لبیک. خدایا هر چی تو گفتی یعنی این که قرآن میفرماد اتم الحج والعمرة لله. این لله مهمه، اخلاصش برای خدا. حالا کی چی میگه اون چی میگه. ببینید اگر قرار خدا عزت بده عزت رو میده. عزتی که خدا بده هیچ کس نمیتونه از شما این عزت رو سلب کنه چون خدا داره. اما عزتی که مردم میدن ممکنه همین مردم از انسان بگیرن. زنده باد مرده باد. به قول امیرالمومنین حرف یادم اومد، هر وقت این حرف امیرالمومنین میزنم کیف میکنم، یعنی به وجد میام. حضرت فرمود که وقتی که حکومت رو قبول کرد خب 25 سال تو خونه نشسته بود. حضرت فرمود نه زنده بادتون منو مست کرد نه مرده بادتون منو سست کرد. نه دل داده شدم نه دل باخته. 25 سال فهمیدید اشتباه که بعد 25 سال اومدید ولی جان آمدی ولی حالا چرا؟ ولذا حج یکی از کارکرداش عرض میکنم ذکر خداست. در تمام شؤونات شما این رو ملاحظه میکنید. وقت دارین یا بخش بعدی؟ آره خب متوجه شدین. من فقط داشتم به این فکر میکردم که چقدر جالب این حسن انتخابتون رو تبریک میگم. خواهش میکنم. اتفاقا قبل از اعزام حجاج در همین امسال چند وقت پیش کارگزاران حج رو این اخشار مردم که با آقا دیدار داشتن از تا آقا هم توفیق داشتیم خدمت شما. خوش به سعادتتون. ایشان هم فرمودن که حج رو یک فریضه چند لایه چند بعدی تعبیر کردن و بعد فرمودن من 2 تا نکته میخوام از بین همه نکاتی که میشه هست. اولین نکته و مهمترین نکته که ایشون اشاره کردن همین بحث ذکر بودن حج. خیلی آره زیبا. خدا حفظ کنه حضرت آقا رو. نعمتی است. خدا حفظشون کنه. که فرمودن این ذکر یک عامل درونی و باطنی انسانه که معرفت سازه، اصلا تو ریل صحیح زندگی آدمو میندازه و از اول تا آخرش هم انسان غرق در ذکر خدا است. چقدر قشنگ گفتن. وقت داریم؟ چند دقیقه یا بخش میخوایم بریم برگردیم؟ آره باشه چون کلام ابتر نشه. آره بریم برگردیم باز ادامه فرمایشاتشون، چون اینا منو دعوا میکنن. ما مجری داستان داریم، فقط خدا نکنه شما که عزیزی اون طرف شما مردم خبر ندارین. آره یه ذره دیر به قول خودشون پاس بدیم چون میخوان گل رو بزنن. گل نشه از ما میمون. بریم دوستان گل بزنن برگردیم باز ادامه توضیحات ادامه میشه. بفهم. پس یکی از مهمترین کارکردهای حج اینجوری که من متوجه شدم اینه که از ابتدا تا انتهای حج شما غرق در ذکر و یاد خدایین. بله خیلی باز یه توضیح داشتیم. عرض شود که تا اون انتها
لبیک، نمیدونم خدمت شما عرض کنم روز عید الله اکبر الله اکبر ولله الحمد. واقعا کسی که مکه مشرف میشه حج واجب، روز 12 که سنگ و آخر رو به صلاح میزنن تا ظهر باید تو منا باشن، وقتی خارج میشن کیوم ولدت امه، مثل روزی که از مادر متولد. آدم اینقدر سبکه، انگار رو ابرا داره حرکت میکنه، پاک میشه. اگه اجازه به چند تا روایت بخونم و این روایاتی که دوستان من محضرتون میخونم همش از زبان معصوم علیه السلام. خیلی روایات زیبای، البته قبطه نخوریم، قبطه بخوریم، ولی انشالله که خداوند به برکت نفس امام عصر علیه السلام و امام رضا که در واقع ایام زیارت مخصوصش رو پشت سر گذاشتیم، انشاءالله الرحمن بتونیم در واقع این روایات رو خوب گوش بگیریم. خوب عنایت کنید چقدر زیباست. کسی که مکه مشرف میشه خیلی زیباست. ای خدا کرم تو. الطائم به مکه کالصائم فیما سواها. کمترین کار دیگه، هیچ معونم نداره، آدم هر شهری هر کجا بخواد بره غذا میخوره دیگه. بله. کسی که تو مکه غذا میخوره مثل کسی است که تو شهر خودش روزه گرفته. آره. یا روایت داره یه روز روزه گرفتن تو مکه ثوابش معادل با 1 سال روزه تو شهر خودش. الله اکبر. یعنی این بستر همه جوره فراهمه. حالا الماشی به مکه فی عبادت الله عز وجل. تو مکه راه میری، میخوای مسجد حرام بری، برگردی، منتظر اتوبوسی تاکسی میگیری میخوای بری، تو عبادت خدایی. گویا خدا میخواد اسبابی رو فراهم کنه همه بنده ها رو بیامرزه. بعد جالب اینجا تو میقات که همه محرم میشن، خب یکی از شرایط احرام اینه که لباس دوخته مردها نپوشن، در واقع لباس احرام رو 2 تیکه حول احرام رو داشته باشن. اینو داریم که لباس دوخته به نوعی نماد لباس معصیته. به این لباس معصیت همون ذکره میشه، یعنی ذکر و شیطانش میشه لباس معصیت، ذکر اللهش میشه لباس طاعت. این لباس احرامو که میپوشی یعنی دیگه لباس طاعت پوشیدن. هم یه رنگ، شاه، وزیر، بالا دست، میان دست، پایین دست، همه یه دست لباس. این پول داره، این بی پوله، این شهرستانیه، این روستاییه، این نمیدونم پول داره، این بی پوله. البته این تعیینات هیچ فایده نداره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بعد میری اونجا تو مکه، به به، وارد مسجد الحرام میشی، 7 دور طواف میکنی. 7 دور طواف میکنی به عدد درهای جهنم. لها 7 ابواب. هر دری که، هر طوافی که از این طواف‌های 7 گانه میکنید، یه در جهنم به رود بسته میشه. حالا بعضیا گفتن که 1 در جهنم کبره، 1 در جهنم عجبه، 1 در جهنم بخله. اینا رو بعضی از عرفا گفتن. ولی به هر حال این طوافو که میکنی، گفتن سمت چپت باید به سمت کعبه باشه. یعنی این قلبتو متوجه به خدا کن، قلب متوجه به خدا کن. وقت هر دور طوافی یه دعایی داره. من 6 دورشو نمیگم، اون دعای 7 میگم. شما حتما مشرف شدی و این دعا رو یادتون میاد که تو دور 7 میگیم که یا من استجاب لابغض خلقه. ای خدایی که مبغوث‌ترین و بدترین و منفورترین بندت که ابلیس بود جواب اون رو دادی. خدا اوستا کریم، نمیتونی جواب ما رو بدی؟ خب چجوری جواب داد؟ از قال انظرنی الی یوم یبعثون. گفت خدای تا روز قیامت زنده باشم. قال فانک من المنظرین. جواب شیطون رو دادی، جواب من نمیدی. من میخوام بگم اصلا، حالا دوستان انشالله عنایت کنن، کسانی که مکه مشرفشن، ما اعتقادمون اینه، بر اساس اعتقاد عرض میکنم، نعن و داغ زیاد نمیکنیم، رو حدس و گمان و استنباطات شخصی عرض نمیکنیم. اعتقاد دارم کسانی که
هر توفیقی رو پیدا میکنه، از مکه، کربلا، مشهد، حتی دست به خیر شدن. امام زمان علیه السلام شب قدر برای ما امضا کرده. او امضا کرده که من توفیقش رو پیدا کردم و مشرف شدم و مشرف میشیم. بنابراین این هم یکی از کارکردهاست. یکی از کارکرداش اردوی تربیتیه. اردوی تربیتی. اردوی تربیتی. شما ببینید فرهنگ‌های مختلف کنار هم هستن، زبان‌های مختلف، سیاه، سفید، ملیت‌ها، قومیت‌های مختلف. یکی بدنش ببخشید ممکنه عرق کرده بو میده، یکی ممکنه که فرهنگش میگه آقا کنار تو حج هستی 4 نفر اتاق باید برن توی اتاق 4 تخته. حالا یکی شرقی یکی غربی، باید با هم بسازید، مدارا باید با هم کنید. بعضی از غذاهایی که میدن شاید طبع شما نباشه، مدارا کن، به شکمت بگو حالا تحمل کن، به خاطر خدا تحمل کن. آدمی که از حلال خدا راحت میگذره قطعا از حرام خدا هم راحت میگذره. یعنی تمرین با هم زیستن، زندگی اجتماعی. مدارا کردن به تعبیر شما خیلی خوبه. انا معاشر الانبیاء امرنا به مدارات الناس. یعنی خیلی مهم. حالا مثلا یه وقتی ما تو سفرهایی که مشرف میشه، مثلا یه حاجی گرمایی یک حاجی سرمایی، یکی میگه کولر رو بزن، یکی میگه خاموش کن. خب اگه اینو با هم مدارا کنن اونجا یاد میگه، حالا یا این به نفع اون کنار میاد یا بالاخره ساعت بندی میکنن. اینا خیلی زیباست، جلوه‌ای زیباییه. یا مثلا ویلچر یه خانم پیرزنی پیرمردیه میخواد بره برای طوافش، خب یاوران حج هستن، جوانایی که تو کاروان هستن، از اینا انتخاب میکنیم. عضو شدن، خودشون هم به عشقشون بدون که ریالی بخوام بگیرن، میگه آقا من نوکری این زائر رو میکنم، حاج خانم حاج یه دعا برام بکن. خب اینا چقدر، یعنی اینکه قرآن میفرماد تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. مصداق تعاونه، همه جور تعاونه، اصلا همه کنار هم دیگه هستن. تو کی هستی من کی هستم، نه، همون کاری که باید شخص اول دنیا تو هر مملکتی باید انجام بده تو ایام حج، اون پایین ترین سطوح هم علی الظاهر اونها باید انجام بده. و لذا اونجاست که آدم ها معلوم میشه. یه وقت کسی میبینی، من اینو همیشه تو جلسات منابر و اینا عرض میکنم، میگم یه وقتایی جمعیت شلوغه ولی خدا توش نیست. میگه عجب مجلسی شد. حالا از نظر ما شاید شد، ولی از نظر اونایی که باید بشه که ضباط ما نشد. یه وقت مجلس یخه، 5 نفر اومدن یه مجلس گرفتن، یه به قول من رو پولی گذاشتن، یه چایی دادن، یه پرچم سیاهی زدن، محرم هم نزدیکه. اما می‌بینی که این مجلس شاید بوق و کرنا نداره، ولی چون نهایت اخلاصه خدا قبول میکنه. یکی از کارکردهای حج اخلاص. اخلاص. اون عبارت رو هم دوست دارم دوباره بشنوم. اردوی چی فرمودین؟ تربیتی. اردوی تربیتی. خب ما دیگه وقت کمتر از 1 دقیقه داریم، باید ادامه فرمایشات شما ان شاءالله به شرط و فرایض فردا در خدمت. منتها چقدر اینایی که گفتین شبیه شما شنیدیم چند ماه قبل که توی یک ظرف زمانی، اینجا یک ظرف مکانی ظاهرا خدا یک مهمانی ترتیب داده، یک ضیافت اللهی هست. چند ماه قبل یک ظرف زمانی بود به نام رمضان. خیلی شبیهش بود. شما اونجا بودین، اونجا راه رفتن، خوردن، خوابیدن، عبادت. اینجا تو رمضان داشتیم خوابیدن، عبادت، نمیدونم روزه اونم اردوی تربیتیه. اونم اردوی تربیتیه. اونم خیلی شبیه هم. حالا اگه اجازه بدید، اگه فرصت کمه که هیچی، اگه نه من یه تک مزرابی کوچیک تک مزرابتون رو بزنید. عرض میکنم خیلی کوتاه و مختصر عرض میکنم. اونم اردوی تربیتی کف نفس، منتها جنبه حج عمومی تر. عمومی تر. اون اخص، این اعمه. اون تربیت خوده بیشتر. اون بیشتر فردیه، شاید تهذیب نفسه، بیشتر ترک حیوانیه. ولی این خب خیلی جنبه‌های اجتماعی گسترده. ما حالا بیشتر این جنبه‌ها رو از شما ان شاءالله تو شب‌های آتی میشنویم و یاد میگیریم و کیف می‌کنیم. خواهش می‌کنم. عرضی ندارم، التماس داریم، صفای شما یا علی مدد ببخشم بیننده. اختیار دارید. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردین. الهی که خیلی زود نصیب و قسمتتون بشه زیارت خانه خدا، نبی مکرم اسلام، ائمه بقیه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.